امریکا تصاویر انتحاری داعش را نشر کرد. سلام درود خدمت همه شما عزیزان به چنل یوتیوب تلویزیون رسانه آریا خوش آمدید. کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را فشار بدهید تا ویدیوهایی که ما میگذاریم به شما خواهد برسد. امریکا چگونه داعش را میشناسد؟ نیویورک پست به نقل از توراک تایمیز روز گذشته تصاویر مهاجم انتحاری را در جریان روند تخلیه در فرودگاه کابل خود را منفجر کرده بود نشر کرده است. این فرد عبدالرحمن الکوری نام دارد که در 4 ماه قبل از در مقابل فرودگاه کابل خودش را منفجر کرد که در نتیجه آن 200 غیر نظامی و 13 سرباز امریکا کشته شدند. با گزارش نیویورک تایمیز، الکوری دانشجوی انجینری بود که پس از بازداشت شدن توسط طالبان آزاد شد. قابل ذکر است که عبدالرحمن الکوری نخستین حمله انتحاری را پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در شهر کابل انجام داد که دست کم 200 غیر نظامی به شمول زن و کودکان در این حمله انتحاری کشته و زخمی شدند. این بود اخبار مهم از افغانستان با ما رسید. شما را به الله پاک می‌سپارم. خداوند یاد و نگهدار همه شما.